20 سال دیگه آدم‌های دنیا دیگه نمیتونن درست صحبت بکنن. ببین این یه سیاست جهانیه که داره آدم‌ها رو هل میده به سمت تنهاتر شدن، منزوی‌تر شدن. تکنولوژی چه بلایی سرمون آورده؟ به جای اینکه بیایم حرف بزنیم که قدیم این کارو می‌کردیم، با همسایه‌ها، با فامیل، با دوستا چندین ساعت صحبت می‌کردیم، گفتگو می‌کردیم، الان فقط تایپ می‌کنیم. و این یعنی ضعیف شدن عضلات گفتاری ما. به جای اینکه یه حس خوب و با احساس با لحن درست انتقال بدیم، 2 ایموجی میذاریم. این یعنی کم کم از بین رفتن لحن ما. این اتفاق داره رخ میده که آدم‌ها کمتر حرف بزنن، که مطالبه گری کمتری داشته باشن، که حرف شنوتر باشن و نباید ما اسیر این سیر سیاسی جهان بشیم. یه تمرین ساده، بیا از همین الان شروع بکنیم. به جای اینکه هر روز تایپ کنیم و ایموجی بذاریم، وایس بدیم، ویدیو بفرستیم. به جای اینکه برای تشکر یه دست و قلب بذاریم، با لحن خوب خودمون تشکر بکنیم. حواسمون باشه تو این سیر ما هم گیر نکنیم.